دوستان چطورین؟ TNT هستم و بهتون قول داده بودم که پارت سوم رو هم بذارم که به قولم عمل کرده. الان قسمت دوم رو که ببینید دیدید که ما اینجا افتادیم که اصلا الان نمیدونم ما چی کار کنیم. نه فاضلاب چیه؟ اوه هر جایی هست جای خوبی نیست. چون واقعا از علامت چیزی نمیبینم. خب که اوکی دمیر لعنتی. اوکی بدو. او مای گاد، بدترین اسلحه تیرکمونه. توصیه بهتون میکنم الان مثلا یعنی چی نه بمیر آخه پدر سگ. خب اینجا چجور جاییه؟ الان باید کجا بریم؟ اینجا بودیم تازه. اینجا بودیم برگشتم من. چه اصولی هستم من. چرا برگشت؟ اوکی آخه مثلا شما در هر من اوه باش گو خورده مثلا شما بزرگ مایی من یه چیزی گفتم جدی نه الله کو کجا باش تسلیمی چیکار کنیم الان؟ من اوه
خب سلاح اومدیم پیش یار جونمون. خب درسته ببینیم. یا ابوالفضل وایسا ببینم. 10 12 تا اینجا 20 یه 30 40 تا. اوکی. داداش خب یعنی چی؟ بلش باش. خب مهم نیست. واتده بابا من چقدر اسکلم. با اوه بریم کجا میایم؟ اینجاست. فکر کردم حالا خیلی میرم. اینجوری بود. آره من اشتباه کردم. اما چی میگی تو؟ عربی ویتنام. بچه‌ها لطفاً نظرتون رو در مورد دربی بگید. استقلال میبره یا پرسپولیس؟ زیر کامنت هم بگین ببینیم طرفدار کدومم بیشتره. که بچه خیلی جذابه کال آف دیوتی مدرن. واقعا خیلی جذاب بازی. دوست دارم روزی 10 ساعت گیم بزنم با هم. گیم بزنم فقط همین بازی ها. انگار اینا یه 30 40 تا بودن. تا فعلا 30 40 تا کشتیم. یا امام حسین. کجایی؟ الان باید چیکار کنیم؟ دقیقاً یعنی الان این یار بی همه چیز من کجاست؟ داداش فازش چیه؟ آره باید از اینجا بریم. اوکی کیه ها؟ او مای گاد لیت. اوه من خیلی بازی دارم میکنم مثلا. مردم. اوف مثلا آدم بعضی وقتا اصلا خیلی عصبی میکنه این بازی لعنتی. ایال میده دیگه گیم بزنی باش. جذابه کلا بازیه. کجاست؟ بزن تیر تو لعنتی. تیر عوض کنیم. تازه تیر نداشتم وگرنه نمیمردم. کی داره از این ور میزنه؟
از اون بردارم. بابا خدایی من یه آدم اما نارنجک بمب برای کشتن یه آدم. بابا این بالای پدر سگه کسی نمردی؟ مردی. الان میری پیشش میپره بالا. الان اینا 2-3 تا جون دارن. من جنونگم و هر کسی نمیتونه 1000 نفر رو بکشه. بنازم من گخ بسم الله. بابا این پدر سگ من بزنم. اوه زدمش با قرآن زدمش. خب اینو زدیم. بریم سراغ بعدیاتون. الان مثلا ما ارتش آمریکا هستیم، قوی‌ترین ارتش جهان. قوی‌ترین ارتش جهان با 1 نفر باید بره. خدایا خیلی منطقیه. یا امام حسین بس دیگه. 1 به 10,000 1 به 1 میلیونه. انگار دارن یه شهر رو نابود میکنن. جمعیت اینا اندازه یه شهر. کل ویتنام مثلا انقدر جمعیت نداره فکر کنم. زیپلاین. خب دوستان چون ویدیو حجمش زیاده پارت 4 من باید بذاریم. بای.